فصلی یکم، اندیشه ثروت است. مردی که در اندیشه با توماس ادیسون شریک شد. براستی که اندیشه ثروت و دارایی است، دارایی قدرتمندی که وقتی با هدف مشخص، عزم استوار و اشتیاق سوزان ترکیب می شود، راه رسیدن به ثروت و دیگر دارایی ها را برای شما می گشاید. در مدت چند سال به ادوین بارنز ثابت شد که انسان می تواند با اندیشیدن ثروتمند شود. این کشف او بی مقدمه و ناگهانی حاصل نشد. بارنز اندک به این آگاهی رسید. در آغاز این فراست اشتیاق سوزان در او بود که میخواست شریک تجاری ادیسونی کبیر شود. یکی از خصوصیت‌های بزرگ اشتیاق بارنز این بود که او هدف مشخص و قطعی داشت. او خیلی ساده میخواست با ادیسون اما نه برای او کار کند. ماجرای رسیدن او را به هدفش دقیقاً بخواند. البته اصول نهایت رسیدن به غنا و ثروت را بهتر درک میکنید. وقتی این اشتیاق و یا این اندیشه به ذهنش رسید، هرگز در شرایط نبود که نسبت به آن کار صورت دهد. او دو مشکل بر سر راه خود داشت. نخست آن که ادیسون را نمی شناخت و دوم آن که به قدر کافی پول نداشت که با پویزد به شهر ایست آرنج در شتات نیوجرسی برود. این مشکلی ها کافی بودند که بسیاری از شخصان را دلسرد کند و از میل و اندیشه بیاندازد، اما اشتیاق بارنز هرگز عادی نبود. اختراعکار بزرگ ولی بی پول، خانه به دوش. او در آزمایشگاه ادیسون خود را با همچون اختراعکار بزرگ معرفی کرد. گفت آماده است تا با او رابطه های تجارتی داشته باشد. جناب ادیسون بعد سالها از نخستین جلسه که با جناب بارنز داشت سخن گفت. روبروی من ایستاد. مانند بی پولهای معمولی بود، اما در چهرهش حالتی بود که از روی آن می‌خواندی تصمیم گرفته است به آنچه برای آن به نزد من آمده است برسد. من از تجربه کار با شخصان می‌دانستم که وقتی کسی عمیقاً می‌خواهد به خواسته خود برسد، حتماً به هدفش دست می‌یابد. من به او فرصتی آنچه را که می‌خواست دادم، زیرا در چهرهش خواندم که تصمیم یافته است تا برای رسیدن به موفقیت تلاش کند و حادثه‌های بعدی نشان داد که هرگز اشتباه نکرده بودم. این ظاهر مرد جوان نبود که او را در دفتر ادیسون به برداشتن قدم نخست امکان داد، زیرا تعیین ظاهری او قطعاً در جهت مخالفی او بود. آنچه این مرد را در قدم نخست موفق ساخت اندیشه بود که در سر داشت. بارنز در همان جلسه نخست با ادیسون شریک نشد. ادیسون با او فرصت داد که در مقابل مبلغ ناچیز در دفترش کار کند. ماها به همین تعیین گذشت. ظاهراً هیچ اتفاقی که بارنز را به هدفش نزدیکتر کند روی نداد، اما در ذهن او اتفاق مهمی در جریان بود. آتش اشتیاق شریک شدن با جناب ادیسون هر لحظه در وجود او شعله‌های سرکشتری می‌گرفت. روانشناسان به درستی گفتند که وقتی کسی در واقع برای چیزی آماده می شود به آن می رسد. بارنز برای بستن پیمان شریک شدن با ادیسون آماده بود و از آن گذشته تصمیم یافته بود که این موقعیت را تا زمانی که به خواستش نرسد حفظ کند. او هرگز به خود نگفت خوب چی فایده دارد، شاید بهتر باشد نظرم را تغییر دهم و کار فروشندگی را انتخاب کنم. بجای این جمله او به خود گفت من به اینجا آمدم تا با ادیسون شریک شوم و اگر تا آخر عمرم طول بکشد باید به این هدفم برسم. او براستی برای رسیدن به این خواسته خود پافشاری کرد. به درستی اگر انسانها در عقیده خود بایستند و به هدف خود بچسبند و آنقدر دوام دهند
تا خواسته آنها با وسواس دائمی عوض شود، چه اتفاقها که نمی افتد. شاید بارنز جوان در آن زمان این را نمی دانست، اما عزم استواری و پافشاری و اصراری که برای رسیدن به این مهم داشت کافی بود تا او را در برابر همین مشکلی ها قوی و استوار نگه دارد تا به فرصتی مناسب که منتظری آن بود برسد. فرصت در جامعه مبدل شده. و سرانجام چون فرصت از راه رسید، در جامعه عوض شده بود و از راه خلاف آنچه بارنز پیش بینی کرده بود آمد. بدانید که این یکی از نظریه های فرصت است. فرصت پشت دری حوری خلوت شما کمین می کند. گاه با صورت بد به یاری ظاهر می شود، گاه شکل شکستی موقتی می گیرد. به همین دلیل است که خیلی ها نمی توانند فرصت مناسب را فرق کنند. جناب ادیسون دستگاهی نو اختراع کرده بود. آن روزا این دستگاه را ماشین دیکته ادیسون می گفتند. فروشندگان ادیسون به این دستگاه بی علاقه بودند و می گفتند که به این سادگی نمی توانند آن را بفروشند. اما بارنز برای این دستگاه نو فرصتی مناسب یافت. جز بارنز و خود اختراعکار کسی نسبت به این دستگاه نظری خوش نداشت. بارنز می دانست که می تواند این دستگاه جدید را بفروشد. او موضوع را با ادیسون در میان گذاشت. در حال این فرصت به او داده شد. بارنز دستگاه را فروخت. در واقع او چنان فروش موفقیت آمیزی کرد که ادیسون با او قرارداد امضا کرد و فروش این محصول را در تمام کشور به او واگذار کرد. با این قرارداد بارنز به ثروت رسید، اما غیر از ثروت به چیزی خیلی فراتر دست یافت. او ثابت کرد که می توان اندیشید و ثروتمند شد. این که اشتیاق اولی بارنز برای رسیدن به هدفش چه مبلغی برای او به ارمغان آورد مطلب است که از آن بیخبرم. شاید بارنز 2 یا 3 میلیون دلار به جیب زد، اما این دارایی در مقایسه با دانشی به مراتب بزرگتری که او به آن رسید قابل مقایسه نیست و دانش او این بود: می توان با استفاده از اصول مشخص و شناخته شده اندیشه را به ثروت مادی تبدیل کرد. بارنز عملاً با اندیشیدن شریک ادیسونی کبیر شد. او با اندیشیدن به موفقیت بزرگ دست یافت. او در آغاز تنها این را می دانست که چی می خواهد. او عزم استوار داشت که به او امکان داد تا زمان دستیابی به هدف روی پای خود بایستد. در فاصله 90 سانتیمتری طلا. یکی از علتهای اساسی شکست و ناکامی این است که در برخورد با مشکلات موقتی از حرکت میمانیم و دست از تلاش بر می‌داریم. هر کسی را که بگوید این را زمان تجربه کرده است. در روزگاری که همه در اندیشه طلا بودند، یکی از عمک‌های دربی گرفتار تب طلا شد. راهی غرب شد تا به حفاری زمین به ثروت برسد. او هرگز نشنیده بود که در مغز انسان طلای به مراتب بیش از آن که او از زمین بیرون بیاورد وجود دارد. او با گرفتن اجازتنامه با بیل و کلن سرگرم کار شد. بعد از هفته‌ها کاری طاقت فرسا به کله‌های براق طلا رسید. اکنون به وسیله نیاز داشت که این کلوخه‌ها را از دل خواب بیرون بکشد. به آن که کسی با خبر شود روی معدن را پوشانید و عازم شهری ویلیامزبورگ ولایتی مریلند شد تا موضوع را برای پیوندان و برخی از همسایگان بازگو کند. آنها گردی هم جمع شدند و پول خرید دستگاه خفاری را چاره‌بینی کردند. آن را خریدند و به محل معدن طلا بردند. عمک و دربی سرگرم کار شدند. نخستین وگان
کلوخه ها را به کره گدازیش و استخراج طلا فرستاندند. معلوم شد که یکی از غنیمترین کانهای کلرادو را یافتند. حمل چند وگان کلوخه طلا کافی بود تا همه خراجات‌های آنها را پوشاند و نوبت به فایده کلان برسد. پرمه‌های کناکنی زمین را می شکافتند. امیدی دربی و عمکش بیشتر می شد تا اینکه اتفاق افتاد. رگه های طلا ناگهان ناپدید شدند. آنها به پایان رنگین کمان رسیده بودند. از معدن طلا دیگر اثری نبود. به کندن زمین ادامه دادند. ناامیدانه می خواستند رگه طلا را از نو بیابند، اما موفق نشدند. سرانجام تصمیم گرفتند که دست از کار بکشند. دستگاه کانکنی را به چند صد دلار فروختند و به پاییز به دیارشان برگشتند. کسی که دستگاه خریده بود از یک مهندس معدن خواست تا به معدن نگاه بیاندازد و برای او مصاحبه کوچکی انجام دهد. مهندس مذکور نظر داد که لایحه کان معدن از آن جهت شکست خورده است که صاحبان آن به کار معدن و اصول حاکم بر آن آگاه نبودند. پیمایش این مهندس نشان داد که رنگ طلا در فاصله 90 سانتیمتری از محلی که خانواده دربی کارشان را قطع کرده بودند از نو پدیدار خواهد شد. دقیقاً این اتفاق افتاد. کسی که دستگاه کانکنی را خریده بود میلیون‌ها دلار ثروت جمع کرد. او به حقیقت مهم توجه کرده بود و آن این که قبل از تسلیم شدن و دست از کار کشیدن باید با متخصص به مشورت نشست. هرگز به گفته دیگران دست از کار نمی کشم. دربی مدت‌ها بعد جبران زیان خود را کرد. او به ثروتی بیش از اینها دست یافت و این زمانی بود که او به کشف بزرگ نائل آمد. او فهمید که اشتیاق می تواند به طلا تبدیل شود. جناب دربی به کار فروش بیمه عمر مشغول شد. جناب دربی که می دانست که در 90 سانتیمتری طلا کارش را رها کرده و سود کلان را از دست داده است، با خود گفت: من در فاصله 90 سانتیمتری طلا توقف کردم، اما از این به بعد وقت به شخص مراجعت می کنم و از آنها جوابی نمی گیرم تسلیم نمی شوم. دربی در قطار شخصان کم شمار قرار گرفت که سالانه بیش از میلیون دلار بیمه عمر می فروشند. او پیروزی خود را به سبب شکست می داند که در کار استخراج از معدن طلا روبرو شد. او می داند که قبل از موفقیت باید شکست‌های موقتی را پذیرفت. وقتی سایه‌های شکست از راه می رسند، ساده ترین و به ظاهر منطقی ترین اقدام دست کشیدن از فعالیت است و این اقدام است که بسیاری ها می کنند. 500 نفر از موفق ترین کسان مملکت در مصاحبه با من گفتند که بزرگترین موفقیت آنها یک قدم فراتر از جایی که شکست خورده بودند نصیبشان شده است. تو گویی شکست خستن در یک قدمی موفقیت چهره می نماید. درسی 50. سنت از پایداری کردن. کمی پس از آن که جناب دربی از دانشگاه مردان سخت کوش به گرفتن حجت نائل شد و تصمیم گرفت که از تجربه خود در کار معدن استفاده کند، دریافت که نه گفتن به معنای نه نیست. بعد از چشت یکی از روزها به عمکش کمک میکرد تا در یکی از آسیای قدیمی گندم آرد کند. عمکش کشتگاه بزرگی داشت که در آن تعدادی دهقانان محلی زندگی میکردند. به سر و صدا در باز شد و دختر بچه محملی کم سال به درون آمد. او دختر یکی از پناهجویان بود
دخترک نزدیک در نشست. امکر سرش را بلند کرد، دخترک را دید، با صدای خشن از او پرسید: چی می‌خواهی؟ کودک جواب داد: مادرم گفت 50 سنت از شما بگیرم و برایش ببرم. امکش جواب داد: ندارم. زود گرد و به خانه‌ات رفت. کودک جواب داد: چشم قربان. اما از جایش نجنبید. امک به کار خود ادامه داد. آنقدر سرگرم کار بود که اهمیت نداد که کودک در جای خود ایستاده است. وقتی سرش را بلند کرد، کودک را دید که سری جای خود ایستاده است. به سرش داد و فریاد کرد که مگر نگفتم خانه‌ات برفت؟ زود باش وگرنه خدمتت میرسم. دخترک گفت: چشم قربان. اما از جایش تکان نخورد. امکش کیسه گندمی را که میخواست درد شده آن را به چخوری آسیاب بریزد روی زمین گذاشت. نوده‌ای را برداشت و آن را تهدید کنان به دخترک نشان داد. منظوری او این بود که اگر نرود به درد سر خواهد افتاد. دربی نفسش را حبس کرده بود. فهمید که شاهدی صحنه ناخوشایندی خواهد بود. میدانست که امکش تند و عصبانی است. وقتی به محلی که کودک ایستاده بود رسید. دخترک قدمی به پیش گذاشت و در چشمان او نگاه کرد و در حالی که صدایش میلرزید با فریادی بلند گفت: مادرم 50 سنت میخواهد. امکش ایستاد، دقیقی به دخترک نگاه کرد. بعد نوده را روی زمین گذاشت، دست در جیب کرد و یک سکه 50 سنتی به دخترک داد. کودک پول را گرفت و عقیب در حالی که همچنان در چشمان مردی که او را شکست داده بود نگاه میکرد به طرف در رفت. وقتی دخترکی کم سال آسیاب را ترک کرد، امک روی صندوقچه نشست و از پنجره مدتی بیش از 10 دقیقه به فضای بیرون خیره شد. جناب دربی نیز به موضوع فکر میکرد. این نخستین بار بود که میدید کودکی محلی به لطف اراده خود میتواند سفید پوستی بالغی را شکست دهد. چگونه به این مهم نائل شده بود؟ چه اتفاقی افتاد که امکش چون بره رام شد؟ چه قدرتی بود که این کودک برای دست یافتن به شرایط از آن استفاده کرد؟ این سوالها و سوالهای از این قبیل به ذهن دربی خطور کرد، اما او سالها بعد جواب آن را یافت. در این هنگام بود که او این ماجرا را برایم قصه کرد. شاید عجیب باشد، من این داستان را در همان آسیاب قدیمی از او شنیدم. ما دقیقاً همان جای نشسته بودیم که امکم نوده را برداشته بود. قدرت عجیبی یک کودک. در حالی که در آن آسیاب قدیمی چند گرفته ایستاده بودیم، جناب دربی پیروزی غیر معمولی را برایم تعریف کرد و پرسید: نظرتان چیست؟ این کودک از چه قدرتی عجیب استفاده کرد که امکی مرا با هم هیبت شکست داد؟ پاسخ به این سوال را در اصولی در این کتاب درج شده می‌یابید. جواب کامل به آن دادم. با توجه به مطلب‌های کتاب می‌توانید آن را به راحت درک کنید و از نیرویی که آن کودک به طور تصادفی از آن استفاده کرد در زندگی خود استفاده کنید. اگر به قدر کافی دقت کنید، نیروی عجیبی را که کودک را نجات داد احساس می‌کنید. در فصل آینده اشاره به این نیرو کردم. در جای دیگری از این کتاب به مطلب‌های بر می‌خورید که می‌توانید با کمک آن به فایده خود کار کنید. آگاهی از این توانمندی ممکن است به شکل ساده نمایان شود. می‌تواند به شکل یک برنامه یا یک هدف باشد. ممکن است شما را مجبور کند که به تجربه‌های گذشته و به شکست‌های و ناکامی‌هایی که داشته‌اید رجوع کنید. از آنها درس بیاموزید تا به کمک آن بتوانید شکست گذشته را جبران کنید. پس از آن که من با جناب دربی از نیرویی که آن کودک از آن استفاده کرد حرف زدم، او به سرعت تجربه 30 ساله خود را همچون یک فروشنده ورقه های بیمه موردی بازرسی قرار داد و صادقانه تصدیق کرد که موفقیت او در این زمینه تا حدودی زیادی وابستگی به درسی داشت که او از آن کودک آموخت. دربی گفت هر بار مشکل پیش می آمد
هر بار مشتری به خرید اوراق بیم رضایت نمیداد. آن کودک را در برابر چشمانم میدیدم. چشمان درخشانش را میدیدم و به خود میگفتم به هر طوری که باشد این فروش را انجام دهم. در واقع بیشترین فروش خود را زمانی کردم که خریداران به من جوابی نمیدادند. او به یاد اشتباهی بود که در فاصله 90 سانتی متری طلا سببگار گناه شده بود. این تجربه لطف خداوند در جامعه مبدل شده بود. از آن حادثه آموختم که باید به جد و جهد خود ادامه دهم. مهم نیست که این تلاش تا چه اندازه سخت و طاقت فرسا بود. این درسی بود که من قبل از موفقیت در هر کار به آن احتیاج داشتم. ماجرای جناب دربی و عمک او کودک و معدن طلا را بیشک صدها نفر از زندگی خود را از فروش ورقه های بیم می گذرانیدند، می خوانند. توصیه من به همین شخصان این است که از من بپذیرند که اگر جناب دربی توانسته است یک فروشنده $1,000,000 در سال پیدا کند به سبب تجربه او بوده است. تجربه جناب دربی بسیار عادی و به قدر کافی ساده بود و با این حال مقصد زندگی او را مشخص ساخت. جناب دربی به ضمن این تجربه بزرگ ثروتی عظیم جمع و پر کرد. اما درباره کسی که نه وقت دارد و نه تمایل به بررسی شکست‌ها چی میتوان گفت؟ او چگونه میتواند موفق شود؟ او چگونه باید به زینه‌های پیروزی تبدیل دادن شکست را بیاموزد؟ این کتاب را برای این گونه شخصان نوشتم. نظریه درست یگانه چیزی است که به آن نیاز دارد. برای پاسخ به این گروه باید درباره 13 اصلی مهم بحث کنم. اما هنگام مطالعه این کتاب توجه داشته باشید سوالی که احتمالاً شما در جستجوی آن هستید ممکن است در ذهن خود شما باشد. ممکن است در ترکیب نقطه نظری برنامه یا هدفی باشد که هنگام مطالعه این کتاب در ذهنتان پیدا می شود. نظریه سالم تنها چیزی است که برای رسیدن به موفقیت به آن نیاز دارد. اصولی درج شده در این کتاب راه و روش برای ایجاد نظریات مفید فراهم می آورد. قبل از آن که به این اصول بپردازیم می گوییم که شما حق دارید پیام مهمی را بشنوید. وقت ثروت به سوی شما جاری می شود، حرکتی با سرعت دارد، با تناسایی همراه است. آنگونه که تعجب می کنید که در این چند سال کجا پنهان بوده است. بدانید که این موضوعی مهم است. این را هم بدانید که ثروت نصیبی کسانی می شود که سخت کوشند و از پایداری لازم برخوردارند. وقت اندیشیدن را آغاز می کنید و ثروتمند می شوید و در می یابید که ثروت به یک حالت ذهنی آغاز می شود. باید هدف مشخصی داشته باشید. باید به ذهنیت مثبت برسید. من 25 سال بررسی کردم تا بدانم که چگونه ثروتمندان ثروتمند می شوند. دقیق کار شوید و برابر آگاهی یافتن از اصول این فلسفه بکوشید که این اصول را به کار برید. موقعیت مالی بهتری پیدا می کنید. زیرا هر چیزی با دست لمس کنید دارایی شما می شود. غیر ممکن است؟ نه، هرگز غیر ممکن نیست. یکی از نقطه های ضعف شخصان این است که از غیر امکان حرف می زنند. همه آن چیزهایی را که به نتیجه نمی رسند می دانند. همه از نشدنی ها حرف می زنند. این کتاب برای کسانی نوشته شده است که می خواهند از اقدام های شخصان موفق استفاده کنند. موفقیت از آن کسانی است که ذهنیت موفق دارند. شکست از آن کسانی است که بی پروایانه اجازت می دهند تا ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند. هدف این کتاب کمک به کسانی است که می خواهند از ذهنیت شکست به ذهنیت موفقیت برسند. از جمله نکته های ضعف بسیاری از شخصان این است که همه چیز و همه کس را با توجه به برداشت خود می سنجند. برخی از خوانندگان این کتاب به این نتیجه می رسند که نمی توانند بیاندیشند و ثروتمند شوند، زیرا عادتهای فکری آنها در فقر و ناداری
و در فلاکت پرورش یافته است. این سرازیربختا مرا به یاد یک چینی مشهور می اندازند که به امریکا آمد تا به سبک امریکاییان آموزش ببیند. او در دانشگاه چیکاگو سرگرم تحصیل شد. یکی از روزها پرزیدنت هارپر با این جوان در خوابگاه دانشجویان ملاقات کرد. ایستاد تا با او دقیقه های حرف بزند. از او پرسید مهمترین خصوصیت های امریکایی ها چیست؟ دانشجو آه کشید و گفت حالت عجیبی چشم های آنها. چشم های شما حالتی عادی ندارند. ما در مورد چینی ها چی میگوییم؟ ما نمیخوایم آنچه را که نمیفهمیم باور کنیم. ما از روی حماقت خیال میکنیم که محدودیت های ما معیار سنجش هستند. به نظر ما میرسد که چشمان دیگران با آن دلیل که به چشمان ما شباهت ندارند عیب و ایراد گیرند. ماجرای موتور مشهور Y8 از فورد. وقتی هنری فورد تصمیم گرفت موتور مشهور Y8 را تولید کند، میخواست موتور بسازد که در 8 سیلندری آن در یک ردیف قرار داشته باشند. فورد و مهندسان خود دستور داد برای او این گونه موتور طراحی کنند. طرح روی کاغذ آمد، اما مهندسان معتقد بودند که استحصال یک موتور 8 سیلندری یک لخت غیر ممکن است. فورد گفت به هر شکل آن را تولید کنید و آنها جواب دادند این غیر ممکن است. فورد دستور داد هر چی میگوییم بکنید، هر قدر وقت لازم است صرف کنید. مهندسان به کارشون ادامه دادند. کار دیگری از آنها ساخته نبود. اگر میخواستند در شمار کارکنان فورد باشند باید به این کار اقدام میکردند. 6 ماه گذشت، پیشرفتی حاصل نشد. 6 ماه دیگر هم به همین منوال گذشت. مهندسان از هر طرحی که به ذهنشون میرسید استفاده کردند، اما جملگی معتقد بودند که این امید فورد غیر امکان است. در پایان سال فورد مهندسان خود را فرا خواند و از پیشرفتشان پرسید. با او جواب دادند که امکان برای اجرای دستوری او وجود ندارد. فورد به آنها گفت به کارتان ادامه دهید، من این موتور را میخواهم و به این موتور میرسم. مهندسان به کارشان ادامه دادند و آنگاه گویا معجزه روی داد. رمز کشف گردید. یک بار دیگر از تصمیم فورد به پیروزی رسید. این ماجرا را شاید نتوانیم با رعایت همه جزئیاتش بگوییم، اما جوهر و جان کلام همین است که به شما گفتم. شما که میخواهید بیاندیشید و ثروتمند شوید باید به کار فورد توجه داشته باشید. مجبور نیستید که بیش از اندازه به دورترها چشم بدوزید. فورد موفق شد زیرا اصول موفقیت را درک کرد و آن را به کار گرفت. از جمله رمزهای موفقیت او این بود بدانید که چی میخواهید. هنگام خواندن این کتاب ماجرای فورد را در خاطر داشته باشید. اگر شما با اصول اعتقادی فورد توجه کنید میتوانید به خواسته های خود برسید. چرا شما حاکم به سرنوشت خود هستید؟ وقتی هنلی نوشت من غالب بر سرنوشت خود هستم، من کاپیتان روح خود هستم. خواست به ما بگوید که ما حاکم به سرنوشت خود هستیم، ما کاپیتان روح خود هستیم، زیرا این قدرت را داریم که فکرهای خود را اداره کنیم. او باید به ما میگفت مغز ما با فکرهایی که در ذهن خود داریم یکی می شود و در شرایط قرار می گیرد که نیروی انسانها و وضعیت زندگی را که با شرایط هنلی ما سازگاری دارند هماهنگ می کند. او باید به ما می گفت قبل از ذخیره کردن ثروت کلان باید ذهنهای خود را از اشتیاق ثروت جمع کنیم. اگر طلبگار پول هستیم باید ذهنیت پول داشته باشیم تا اشتیاق ثروت ما را به طرح مشخص برای پیروزی به آن مجبور کند. اما هنلی فیلسوف نبود، او شاعر بود. با سرودن شعر علاقه داشت. واقعیت ها را در قالب شعر می گفت و مشتاقان خود را تنها می گذاشت تا معنی های شعرهایش را آنطور که می خواهند تفسیر کنند. اما به تدریج واقعیت خود را نشان داده است، آنگونه که در حال حاضر می دانیم که اصولی درج شده در این کتاب ما را به دست یافتن به سرنوشت اقتصادی هدایت می کند. اصولی که می تواند
سرنوشت شما را تغییر دهد. اکنون در شرایطی هستیم که نخستین اصل را بررسی کنیم. ذهن خود را بکشایید و در حالی که این کتاب را میخوانید بدانید که مطلب‌های ما اختراع مخصوصی نیست. این اصول برای جمع بسیار شخصان تأثیر میرسانند. شما هم میتوانید از آنها به فایده خود استفاده کنید. در میابید که انجام این کار نه تنها دشوار نیست بلکه سهل و ساده است. چند سال قبل در کالج سالمی ویرجینیا سخنرانی میکردم. در آن سخنرانی به اصولی که در فصل بعدی این کتاب آمده است به قدر با تأکید حرف زدم که یکی از اعضای گروه خط کنندگان آنها را پذیرفت و بخشی از فلسفه خود کرد. این مرد جوان با عضویت کنگره در آمد و در شمار یکی از خادمان مهمی فرانکلین روزولت قرار گرفت. او در نامه به من نظرش را در باره اصولی که من آن را در فصل بعد آوردم بیان داشت. من این نامه را به عنوان مقدمه برای فصل بعدی انتخاب کردم. ناپلیون عزیز، من همچون یکی از اعضای کنگره بینش درباره زنها و مردها پیدا کردم. من به نکته اشاره می کنم و آن را پیشنهاد می نمایم که ممکن است برای هزاران انسان ارزشمند و مفید باشد. در سال 1922 شما سخنرانی شروع سال تحصیل را در کالج سالم بیان کردید. در آن زمان من دانشجوی آن دانشگاه بودم. در آن سخنرانی شما در ذهن من نظریه را کاشتید که تحت تأثیر آن به کار امروزیم که خدمت به مردم از سرگرم می باشم. این را هم خوب می دانم که هر پیشرفتی که از این به بعد داشته باشم تأثیر اصل‌هایی است که شما در سخنرانی خود به آن اشاره کردید. سخنرانی شما را خوب به یاد دارم، گویا که همین دیروز بود. شما از روش عالی گنری فورد حرف زدید. از کسی حرف زدید که به آموزش‌های رسمی به داشتن دلار و دوستان به بلندترین جایگاه این مملکت رسید. در آن زمان حتی پیش از آن که سخنرانیتان را تمام کنید عزم خود را قطعی کردم که سری میان سرها داشته باشم و با هر مشکلاتی که بر سر راهم قرار گیرد مبارزه میکنم. هزاران دانشجوی جوان امسال و سالهای آینده فارغ التحصیل میشوند. همه آنها به پیام شبیه آنچه من دریافت کردم احتیاج دارند. آنها میخواهند بدانند که چی میخواهند بکنند، به کجا میخواهند بروند، از کجا زندگیشان را آغاز کنند. شما میتوانید این را به آنها بگویید، زیرا شما به حل بسیاری از مسئله های آنها کمک کرده اید. امروزها در امریکا هزاران نفر در جستجوی فرمولی ثروتمند شدن هستند. بیشتری آنها پول و سرمایه ندارند. اگر کسی در این مملکت بتواند به آنها کمک کند، این شخص شما هستید. اگر شما کتابی در این زمینه بنویسید، مایلم نخستین کسی باشم که آن را میخرم. با تقدیم بهترین ها دوستی شما، جنینگز رندولف. 35 سال بعد از آن سخنرانی با کمال خوشبختی در سال 1957 به دانشگاه سالم رفتم و سخنرانی دیگری بیان کردم. آن زمان به دریافت عنوان دکتر افتخاری ادبیات دانشگاه سالم نائل آمدم. از سال 1922 تا به این زمان شاهد بودم که جنینگز رندولف به یکی از بزرگترین مقامات هوانوردی، به یک سخنران الهام بخش بزرگ و عضو سنت مجلس آمریکا از ولایت ویرجینیا غربی تبدیل شده است.